یکی از بهترین عملهایی که انسان از زیان، از نقصان، از کمبودی و شقاوت بیرون میکند، همدیگرشان را برای صبر دعوت کردن است. از برای همین وقتی که اصحاب رسول الله که جمع میشدن، پیش از برآمده پراکنده شده رفتنشون همین سوره را میخوندن، چون که این سوره انسانها را وظیفه دار میکند که مؤمن باید کدام کار کند. مؤمن حقیقی عمل صالح کند. بهترین عمل صالح کدام ها هستند؟ گفتن الله سبحانه و تعالی در این سوره کریمه یعنی بیان میکنه. از برای خاطر همینم البته آیه این موضوع مدامی که خداوند کلمه صبر در قرآن در 90 جاش بیان کردگی هست، آیه این موضوع ما چقدر صحبت کنیم صحبت به آخر نمیرسانیم. از برای خاطر همینم در آخر صحبت از پروردگار متعال دعا میکنیم که همیشه مردم دیار ما را تنج و آباد و آرام نگاه دارد، کشور عزیز ما را در پناه عصمتش نگاه دارد و مردم دیار ما را همیشه در راه درست که طوری که یکی از عملهای صالح هدایت کردن انسان برای سعادت راه درست، مردم دیار ما را خداوند هدایت کند. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.